من رفتم یه روز بهشت زهرا سخنرانی، سالگرد شهید آوینی بود و شهید صیاد شیرازی، سخنران بودن. تموم که شد، یه عده که اون جلو بودن اومدن اظهار محبت و گپ و گرده. یه جوانی بود قد بلند، خیلی خوشتیپ، گفت من عاشق شهدا ما همیشه میام و کارهای خیلی دارم. گفتم کی هستی؟ گفت اسمم اینه. فهمیدم این پسر نعمت آقاسیه که قبل از انقلاب از خواننده های قبل از انقلاب بود. خیلی پسر خوب. یعنی من بعد شماره‌شو گرفتم، که دور من زنگ زد، دیدم بچه خوب مثل بقیه اومده به زهرا سر قطعه اونی که من دیدم. بعد اونجا یه مراسمی بود، چون فرمانده محترم نیروی زمینی هم بعدا اومد اظهار لطف هم داشتن، ایشون با هم صحبت کردیم، گفتن برین طبقه بالنج بشینیم یه چایی بخوریم. یه 20 نفر بودیم و یه سردار سپاه بود، رفتیم طبقه دوم، ایشون هم همینطور همراه می اومد. وقتی شروع کردیم چای خوردن گفتم خب پدر تو میخون دیگه، تو چیزی یادته یه قطعه خوبی هست؟ چون قطعه خوبم میشه در آورده توش. گفت بله دارم. و این قبل از که شروع کنه به خوندن به اینا گفتن که ایشون پسر آقاسیه. یه سرداری اونجا بود گفت بله حاج آقا شما نمیدونید من خیلی با آقاسی ارادت داشتم، ایشون میومد خوزستان اول جنگ خیلی خدمت کرد و اینا. من گفتم شاید این نعمت آقاسی چون خوزستانی بوده، این محمد رضا آقاسی اشتباه گرفته بود. حالا عرض میکنم گفتم اینم چون فهمید این آقاسیه، چون یه تیکه‌ای خوند که مثلا معلومم بود چیه. گفتم که گفت بله این خیلی پدر خوبی داشت، خدا رحمت کنه. این میومد اونجا توی در ایام انقلاب خیلی جنگ میومد تو جنگ و اونجا تو خوزستان هر دفعه میومد خیلی یه چیز میکرد. منم واقعا گفتم همینه ریاض پدرش. یه خورده که رفت جلوتر اون سردار سپاه ادامه داد، چنون شروع کرد از سجایای اون گفتم سردار این آقاسی لب کارونه، اون آقاسی که تو میگی که اون اشعار ولایه میخونه اون تازه دستش اومد که ما داریم راجع به کی صحبت میکنیم. حالا بعد این پسر یعنی دستمال با چفیه اشتباه گرفت.